کمیته هلسینکی نروژ یک سازمان حامی حقوق در اظهارات ویژه‌ای که 15 میلیون سال 2023 نشر کرد گفت فرانسه نباید درخواست مقامات تاجیکستان در مورد استرداد ژورنالیست مستقل تاجیک محمد اقبال صدرالدین را اجرا کند. حامیان حقوق معتقدند که اتهام قلابی به ضد سردبیر پایگاه اپوزیسیونی اصلاح یک حیله بوده او را در تاجیکستان عذاب و شکنجه و حکم زندان طولانی تهدید میکند. اخیرا خبر رسید که دادستان کل تاجیکستان یوسف رحمان روزهای 18 و 19 سپتامبر سال 2023 در پاریس با رهبران وزارت کارهای داخلی و عدلیه و دادستانی ملی ضد تروریستی فرانسه ملاقات کند. بنا به اطلاع منابع پایگاه خبری بامداد، یک هدف اصلی یوسف رحمان در این سفر با مقامات فرانسه در میان گذاشتن مسئله استرداد محمد اقبال صدرالدین است که از سال 2017 در فرانسه پناه میبرد و اینک 6 سال باز پایگاه اصلاح یکی از طرح‌های مطبوعاتی از همه موفق اپوزیسیون تاجیک در اروپا را رهبری میکند. ویدیوهای کانال اصلاح تیوی در یوتیوب هر کدام 100,000 تماشابین دارند. رسما مقامات تاجیکستان محمد اقبال صدرالدین را به قلابی به مبلغ $430,000 عیبدار میکنند و با همین اتهام تحت جستجوی بین المللی قرار دادند، ولی حامیان حقوق این اتهام را تنها یک علت میشمارند تا به استرداد او نائل شوند. کمیته هلسینکی نروژ می نویسد محمد اقبال صدرالدین به حیث سردبیر اصلاح به یکی از منتقدان سرسخت و آشکار و انگشتشمار حکومت تاجیکستان تبدیل یافت و با آشکار کردن کروپسیا در حکومت و پایمال کردن حقوق انسان در تاجیکستان نام برآورد. به این دلیل می نویسند حامیان حقوق مقامات دوشنبه چند سال باز تلاش دارند تا از محمد اقبال صدرالدین نخور بگیرند و دهان او را ببندند. خود او گفته است تلاش‌های مقامات برای تعقیبش به ویژه بعد گشودن کانال اصلاح تیوی در یوتیوب در سال 2019 اوج گرفت و سال 2020 او را با اتهام قلابی به جستجو دادند. محمد اقبال صدرالدین این اتهام را بافته مینامد. مقامات تاجیکستان محمد اقبال صدرالدین را برای قلابی جستجو دارند که گویا سال 2010 صادر شده است. به اطلاع دادستانی کل تاجیکستان گویا محمد اقبال صدرالدین اون وقت در چارچوب کدام یک نقشه مشکوک سرمایه گذاری 3 شهروند را به مبلغ $430,000 فریب داده است. خود او میگوید که این اتهام انگیزه های سیاسی دارد و مقصد به هر راه بستن دهان او از انتقاد مقامات است. محمد اقبال صدرالدین گفته است که او علاقه 11 سال باز تحت تعقیب مقامات تاجیکستان قرار دارد. او به کمیته هلسینکی نروژ گفت سال 2012 وقتی آگاهش کردند که بازداشت می شود ترک تاجیکستان کرد و اول به قرقیزستان پناه برد. سال 2015 مقامات امنیتی قرقیزستان او را دستگیر کردند و هشدار دادند که اگر ترک این کشور نکند او را به دوشنبه خواهند سپرد. محمد اقبال صدرالدین از آنجا به قزاقستان رفت، ولی وقتی فهمید که در قزاقستان نیز خطر بازداشتش زیاد است به بلاروس رفت و در بلاروس نیز او را یک مدت بازداشت کردند. تنها در سال 2017 محمد اقبال صدرالدین توانست به فرانسه پناه بیاورد و در اینجا سازمان اصلاح را تشکیل کند.